با سلام خدمت همه همکاران عزیز، امیدوارم که خوب و صحتمند باشین. در این ویدیو یک معلومات خلاصه در مورد بخش کورس که جدیداً فعال شده برای شما عزیزان ارائه میکنیم. خب در قدم اول زمانی که ما بخش کورس برای شما فعال کنیم نیاز است که شما از طریق اکانت مؤسس خود وارد یوزر خود شوین که ما همین کار فعلا انجام میدیم. خب زمانی که شما وارد اکانت مؤسس خود شدین بخش کورس برای شما در این قسمت نمایش داده میشه که شما میایین در قسمت بخش کورس، بخش تنظیمات. کار اولی که انجام میدین میایین در قسمت بخش تنظیمات اسم کورس خود ایجاد میکنین که ما قبلا ایجاد کردیم. در این قسمت یک علامه مثبت میای روی از کلیک کنین، بعد همچین یک صفحه باز میشه. نام کورس خود میمانین، سال تاسیس، شماره های تماس اولی دومی، شماره واتساپ، ایمیل و لوگو را و این رو بعدا ثبت میکنین. زمانی که ثبت کردین به این قسم در اینجا نمایش داده میشه. و کار بعدی که شما باید ایجاد بکنید چی است انجام بدین؟ در قسمت کارمندان میایین مدیر کورس ایجاد میکنین، یعنی یک اکانت برای مدیر کورس آماده میسازین که من قبلا این کار انجام دادم. اگر دیده باشین سما صمدی مدیر کورس برای کورس ما تنظیم شده که اگه خواسته باشین شما میایین از قسمت ریکارد جدید نام تخلص، نام پدر، جنسیت مؤنث یا مذکر، تاریخ تولد، نمبر تماس، آدرس، تصویر همین شخص و یا از این قسمت میتونین عکسشان رو بگیرین، تاریخ استخدامش چه زمان هست، اینا رو میتونین که برسانین و بعد ثبت بزنین. خب فعلا ما یک کارمند همین قسمه که ایجاد میکنیم به نام ژیلای احمدی، نام پدرش هم احمد، جنسیتش اوناس، تاریخ تولدش هم مثلا میگیریم چند روز قبل، نمبر تماس مینویسیم یک همچین چیزیش، قسمت هم مینویسیم پل سرخ، تصویر نداره، تاریخ استخدام هم مینویسیم فلان تاریخ. این ثبت میکنیم و صفحه بعدی باز میشه، قسمت قرارداد که میگیم شغلش میگیم چی است، استاد. ببینیم فقط برای کورس ما یک مدیر کورس استخدام میتونیم و استاد و بقیه کارمندا را ضرورت نیست که شما استخدام بکنین یا یوزر درست کنین. استاد و بعد 1404 به همین قسم از این میتونین مدیر انتخاب کنین، چون من مدیر قبلا درست کردم حالا استاد ایجاد میکنم. خب استاد ایجاد کردم، سالی که همراه ای استاد قرارداد داریم، تاریخ شروع قراردادش، تاریخ ختم قراردادش مثلا میگیم که در فلان تاریخ یک ماه بعد. نوعیت معاش دو نوع است، یکی ثابت داریم یکی فیصدی. اگر ثابت انتخاب کردین در این قسمت باید شما مبلغ ثابتش که مثلا 15000 معاش ازی هست ماهانه بنویسین و یا اگر فیصدی انتخاب کردین در اینجا فیصدیش مثلا 20% بنویسین و بعدا ثبت کنین. به این صورت این کارمند دیگه ما چی شد؟ ایجاد شد. خب حالا زمانی که ما اکانت مدیر ایجاد کردیم، فعلا من یک نمونه ایجاد کارمند برای شما اینجا نمایش دادم. در اصل شما از طریق اکانت مؤسس ابتدا باید اکانت مدیر ایجاد کنید. خب ما قبلا اکانت مدیر ایجاد کردیم، حالا میریم از طریق اکانت مدیر مکتب، مدیر کورس، بقیه اساتید بخش های کورس چی میکنیم؟ تنظیماتش درست میکنیم. میایم از این قسمت خارج میشیم. ما قبلا وارد شدیم و اینجا ذخیره کردیم ای آیدی و یوزر و پاسورد مدیر کورس بود که من از اون قسمت کپی کرده بودم. در قسمت وارد میشیم 7 یو 9 جی. خب این اکانت مدیر کورس هست، سما صمدی. خب در قسمت کورس ها میاییم، در قسمت دپارتمنت ها داره. خب در قسمت اولین کاری که ما باید انجام بدیم باید ببینیم بخش تنظیمات ما که از اکانت مؤسس درست کرده بودیم درست است یا نه. میبینیم بله درست است، همون قسم آمده. کار بعدی چی است؟ ما کارمندای خود باید ایجاد بکنیم. همین روش که من کارمندا را در اکانت مؤسس یک استاد کرییت کردم، شما باید تمامی اساتید در قسمت به همین قسم برایشان اکانت درست بکنید. خب
کار بعدی که ما باید اجرا کنیم چی است؟ بخش دپارتمنت ها است. ما میایم در قسمت دپارتمنت ها. در قسمت دپارتمنت ها ما قبلا یک دپارتمنت انگلیسی و یک دپارتمنت عربی درست کردیم. حالا میایم ما یک دپارتمنت جدید درست میکنیم به نام آلمانی. توضیحات هم مثلا میتونیم بدیم که از مثلا از A1 الی مثلا از A1 الی مثلا C2 مثلا بخشی است مثلا ما میتونیم که آموزش بدیم. خب زیاد مهم نیست، یه توضیحات هر چی که خودتون خواسته باشین میتونید توضیحات بدین. این ثبت میکنیم. خب یک دپارتمنت اضافه شد. حالا برای از این دپارتمنت ما باید صنوف ایجاد بکنیم. همین قسم ما به ترتیب کار کردیم، شما باید به همین ترتیب کار کنید تا دچار مشکل نشین. ابتدا تنظیمات چک کنین، بعد کارمندا، قسمت کارمندا تمام اساتید خود از طریق اکانت مدیرتون درست کنین، بعد دپارتمنت های خود ایجاد کنین، بعد میرین قسمت صنوف. در قسمت صنوف که آمدین برای هر دپارتمنت صنوفش تنظیم میکنیم. مثلا ما در دپارتمنت انگلیسی آمدیم یک صنف ایجاد کردیم، حالا میرم در دپارتمنت دیگه مثلا دپارتمنت انتخاب میکنم، انگلیسی، عربی، آلمانی. من میگم آلمانی. نام صنف مثلا من میگم که G1 اسم گذاشتم. فیسش میگم که 1000. تاریخ شروعش میگم که اول میزان شروع میشه، تاریخ ختمش هم میگم 30 میزان است. زمان شروع درسش از چه وقت است؟ میگم که از ساعت 10 صبح الی 11:30. آیا فعال است؟ بله. این ثبت میکنم. بعد در صفحه بعدی ما باید استادش انتخاب کنیم. خب من بسیار استادا دارم، من میگم رسا استاد از این بخش باشه، از این تاریخ تنظیم میشه، این چی میشه؟ ثبت میشه. خب حالا رسا در صنف G1 دپارتمنت آلمانی استاد شد. خب حالا کار بعدی که ما باید انجام بدیم، به همین قسم تمام صنف‌ها را ایجاد میکنیم و استادایش را تعیین میکنیم و بعدا میریم در قسمت متعلمین و یا همین شاگردای صنف‌ها که ما باید برای صنف‌ها شاگردا را اضافه کنیم. میایم در قسمت متعلمین. قسمت متعلمین ما میایم از قسمت ریکارد جدید. من قبلا یک شاگرد رو اضافه کردم، صمدی فرزند جعفر. در کدام صنف؟ در صنف E1 در صنف انگلیسی اضافه کردم. میایم ریکارد جدید. در این قسمت ما 2 تا آپشن داریم. خب یکی متعلمین مکتب، مثلا این کلیک میکنیم اتومات از این قسمت میتونیم متعلمین مکتب که در مکتب ما هست از هر صنفی که باشه در این نمایش داده میشه، میتونیم آیدیش یا نامش سرچ کنیم، انتخاب بکنیم. مثلا من انتخاب میکنم، تمام معلوماتش میآید، دیگه نیاز نیست بقیه موارد برسانم، ثبت میکنم. و یا که میگم نه متعلم مکتب نیست، مثلا متعلم قبلی کورس است، مثلا قبلا از ماه‌های قبلی متعلم چی میکنم؟ پیدا میکنم. مثلا یک دونه متعلم از قبلا داشته، انتخاب میکنم، معلوماتش می فرم بعدی میرم. و یا که میگم یک شاگرد کاملا جدیده که فعلا آمده، مثلا میگم که احمد جنسیتش هم مذکره، تاریخ اینی تاریخه، نمبر تماسش هم میگم که این نمبر، تصویرش هم اینجا آپلود میتونم بکنم از این قسمت یا از اینجا عکسش بگیرم، این رو ثبت میکنم. همین شاگرد میال در ریسپشن آمده، داره معلوماتش یا بخش معلومات داره معلوماتش میرسانه، میگه این میخوای آلمانی بخونه، G1 صنف آلمانی که استادش رسا است از ساعت 10 تا 11:30. این انتخاب میکنیم، میگه مبلغ کورسش اتومات آمد، میگم تخفیف برای قائل شوم یا نه، میگم 200 افغانی تخفیف میدم برش. تاریخ شمولش هم میگم از اول ماه هست. ملاحظاتم مینویسم، چیزی خواستم نخواستم نمینویسم. ثبت میکنیم، میریم در بخش بعدی پرداخت فیس. خب حالا این شاگرد وقت ثبت کرده خدا، حالا باید فیس خودم پرداخت کنه، چون همون لحظه فیس پرداخت میشه. مبلغ فیس 1000، تخفیف 200. تاریخ پرداختش انتخاب میکنیم چه تاریخه، که همون تاریخ که آمده ثبت نام کرده. مبلغش 800 افغانی باید پرداخت بکنه. اگر از 800 افغانی مثلا 400ش رو پرداخت میکنه، 400ش باقی میمونه. ما میگیم باید 800 خدا پورا پرداخت کنه، باقی مانده 0. این رو ثبت بکنیم، بعد میایم یک رسید برش از قسمت چاپ میشه در صفحه بعدی که هم رسیدش هست که ما میتونیم اینجا عکسش نمایش داده میشه که ما میتونیم پرینت کنیم برشون بدیم. این در قسمت متعلمین. خب حالا فکر کنیم ما تمام متعلمین همین قسم اضافه کردیم، در صنف‌های مشخصش و فیسایش گرفتیم.
در قسمت بعدی ما میتونیم تاریخچه پرداخت فیس ببینیم که در قسمت ما میبینیم که احمد احمدی مقدار پرداخت کرده توسط مدیر مکتب که سما صمدی بوده، ثبت شده، پرداخت شده این مقدار بوده. در قسمت فیس متعلمین هم ما میتونیم ببینیم که اینجا هر صنف هم میتونیم به صورت صنفوار ببینیم، یا شاگرد ببینیم یا استاد کدام استاد بوده مثلا انتخاب کنیم که رسا مثلا صنفش چی مقدار پیسه جمع شده که اینجا میبینیم فیسی قدر بوده، تخفیف مقدار پرداخت شده 800 بوده. در این صورت حالا میریم موضوع معاش کارمند میمونه. موضوع بعدی معاش کارمند. حالا میایم این احمد محمودی رو ما ثبت کردیم، حالا میریم رسا صنف آلمانی، استاد رسا صنف آلمانی میبینیم که چقدر شده ماه میزان، میگیم ثبت. این ماه شامل قرارداد نیست، سنبله به نظرم شامل قرارداد بوده. خب سنبله هم شامل قرارداد نبوده. خب متاسفانه ای استاد اصلا ما شامل قرارداد نساخته بودیم. خب میایم از قسمت احمد محمودی که قبلا بوده، صنف انگلیسی. خب میایم محاسبه معاش از فیس جمع آوری شده، چون این استاد بر اساس فیصدی بود، از فیس جمع آوری شده یا از مجموع فیس. توضیحی باید در قسمت بدم است که از فیس جمع آوری شده مثلا یک صنف 10 تا شاگرد داره و فیس صنف برای هر شاگرد 1000 افغانی است. مثلا 10 تا شاگرد مجموعاً میشه 10,000 افغانی که ما از مجموع 10,000 افغانی که یعنی تنظیم شده برای از این صنف از مجموع فیس، یعنی از همین 10,000 افغانی ما برای استاد فیصدی معاش میدیم، و یا ای که از مجموع فیس جمع‌آوری شده 10 تا شاگرد داریم هر کدام 1,000 10,000، اما مدیر کورس برای یک تعداد شاگردها مثلا یک تخفیف قائل شده، مثلا برای 2 تایش 500 تخفیف قائل شده که میشه 1,000 از 10,000 کم شد از مجموع فیس کلی میشه 9,000. 2 تا شاگرد رایگان است که 2,000 دیگه کم میشه 7,000، یعنی از مجموع فیس جمع‌آوری شده که 7,000 هست معاش میده که ایرا از مجموع فیس جمع‌آوری شده کلیک میکنیم و ثبت میکنیم تا معاش ای استاد چی شود در قسمت پرداخت شد. پرداخت معاش در اینجا میاد 160، چون همی شاگرد ما 400 افغانی فیسش بود در صنف انگلیسی، 40% معاش از استاد است، 40% معاش میشه 160 افغانی و ایرا ثبت میکنیم، معاشون پرداخت میشه. تمام بخش های کورس که برای فعلا فعال هست همین بخش ها هست. انشاءالله در روزهای بعدی در هفته های بعدی دوباره اپدیت های جدید میآید در قسمت مالیشان و یک سری بخش های دیگه که امیدوارم که ویدیویی که آماده کرده بودیم معلومات کلی در مورد همین بخش کورس برای شما توانسته باشیم ارائه کرده باشیم. تشکر از توجه همه شما.